این هفته خبر تو خبر داره براتون از سیدعلی داغونی که به اعتراف خودش تو سال 92 حماسه اقتصادیش به ورشکستگی اقتصادی تبدیل شد. سالی که گذشت اعلام شده بود که سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. در باب حماسه اقتصادی کاری که باید انجام بگیرد و توقع بود که اتفاق بیفتد اتفاق نیفتاد. خب معلومه، آخه سیدعلی تو نظامی که بالا تا پایینش یه مشت دزد مال مردم خور نشستن هیچ اتفاقی نمیفته. حالا تو هر دفعه یه اقتصاد ببند به اسم سال. در نگاه به سال 93 اونچه که به نظر این حقیر مهمتر از همه است دو مسئله است. یک مسئله همین مسئله اقتصاد است و دیگری مسئله فرهنگ. لذا من شعار امسال رو این قرار دادم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی. حالا ببینیم اینکه اینجوری حب اقتصاد انداخته بالا، ته خط چه جور اقتصادی میخواد؟ گفتیم این اقتصاد درونزاست، اما در عین حال درونگرا نیست. مردم بنیاد است اما دولتی نیست. به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد. چرا؟ چهارم، این اقتصاد گفتیم اقتصاد دانش بنیان است، اما این معناش این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندانه. بابا یه جمله مثل امامت بگو اقتصاد مال خر است، ما رو خلاص کن دیگه. از اونجایی که قیام بختیاری‌ها تو سال 92 یکی از کابوس‌های سیدعلی بود، برای کم کردن اون شعله و پیشگیری از گر گرفتن مجدد اون، عظما یه نمایش مصنوعی نوروزی برگزار کرد تا بگه ما هم بله. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند قوم بختیاری و لرها جزء بهترین و با وفاترین اقوام ایرانی هستند و به صفت صداقت، شجاعت، غیرت، صفا و پایداری بر عقاید اسلامی و شیعی شناخته می شوند. اما خرس ولایت با این ادا اطوارا نمیتونه از پل سال 93 بگذره. اسألوا الدب ده هو عنده فكرة. وجع. شیخ فری هم که با کلی وعده و کلید سر کار اومده بود، تنها دستاوردی که تو سال 92 برای رو کردن داشت این بود: در سیاست خارجی چهره جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی کاملا عوض شده است. بله، منظورش اینه که عنتر خندان جای خودش رو به شیخ خندان داد. یکی دیگه از دستاوردهای دولت اعتدال روحانی تو سال 92 ادامه سریال محکومیت‌ها در زمینه حقوق بشر بود که برای 60مین بار محکوم شد. حالا پاسخ جانی مثل این لاریجانی رو بشنوید که با حساب و کتاب آخوندی میخواد از حسابرسی بین المللی فرار کنه. آقای احمد شهید مرتب میگه چرا مرا ایران راه نمیدید. خیلی ساده بگم، ایشون چیزی حدود 3000 اتهام به ایران زده.
ازش پرسیدیم خب تو میخوای بیا ایران چیکار کنی؟ گفت میخوام اتهامات رو بررسی کنم. گفتیم برای هر کدومش چقدر وقت میخوای بذاری؟ گفت 2 روز. گفتم خب 3000 تا ضرب در 2 یعنی 6000 روز کاری باید در تهران باشی. چند روز میخوای باشی؟ گفت 3 روز. گفتم خب شما این مسئله ریاضی رو حل کن، بعد ما راجع به آمدنت به ایران صحبت میکنیم. امسال به طور اتفاقی روز اول فروردین روز جمعه بود. حالا نگاه کنید که این آخوند 2 دوزه باز چطور همین اتفاق رو میدوزه به عبای دجالگریش. روز اول ماه بهار روز ظهور آقای امام زمان. ببینید الان هم بحث اول بهار ما روز جمعه افتاده، اون روز ظهور هم اول ماه بهار هست و روز جمعه هم هست. این تناسب ها خیلی زیباست، معنا داره. من فکر میکنم که واقعا این دعاهایی که ما تحویل سال امسال خواهیم داشت خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم. اما مدت هاست که دیگه کسی این وصله های ناچسب رو تحویل نمیگیره و بازار آخوندا حسابی کساد شده. به خاطر همین گاهی وقتا کارشون به التماس میکشه که تو ایام عید هم یه سراغی از آخوندا بگیرید. یه نمونهش این حاجی تانگه است. تو جوان برای مدیریت جوانیت، عزیزان برای مدیریت نوروزشون، برای مدیریت ارتباطاتشون چرا اول سراغ دین نمیریم؟ جوان عزیز، تو اگه باور کنی شادیات تو عید، نشاطت، رفت آمدت، گفتگوت، خندهات، شوخیها، تیپ زدنت، خوش تیپ راه رفتنت، عیدی دادن، عیدی گرفتن، همه اینا یه ظاهری داره و یه باطنی داره. اگه اینو باور کردم حتما میرم سراغ عینک غیب نما. عینک غیب نما و روایات ما، دین ما عینک غیب نماست. این هم یک نمونه از شیوه های بازاریابی آخوندیه که این بار با اقتباس از دیزنی لند یه ملا لند را انداختن تا رو اسباب بازی بچه های 2014 هم عمامه بذارن. نخستین شهرک معارفی کشور در قم، این عنوان اخبار کوتاه امشب است. این شهرک فرهنگی، ورزشی و تفریحی در تعطیلات نوروز به روی علاقمندان گشوده شده. 100 روحانی کارشناس در غرفه‌های این شهرک عهدهدار انتقال نکته‌ها و مفاهیم معنوی در قالب بازی و سرگرمی اند. یکی از اسباب بازی‌هایی که مدعی رقابت با معروف‌ترین بازی‌های کامپیوتری دنیاست این عروسک پرونیه که مبتکرش این آخوند مخملنگه. مسابقه هپی برز دقیقاً مقابل انگی برز، پرنده‌های خوشحال مقابل پرنده‌های خشمگینی که معروفه. متاسفانه این بازی چون خیلی جذاب هستش، بازی که در اصل بوده، اومده اهداف شوم خودش هم پیاده کرده. تو یکی از آیتماش اگه اشتباه نکنم آیتم اسپیسش هستش که اونجا میان نقشه ایران رو خیلی اونجا قشنگ طراحی کردن، برج میلاد و خوکو رو قرار دادن داخل برج میلاد داخل ایران و همینطور به مقدسات ما هم توهین کردن. ما اومدیم نماد اسرائیل پرچمش که ستاره داوود هستش رو قرار دادیم، خوکو رو مقابلا دقیقاً گذاشتیم داخل اینا. بکش محکم، 2 دستی هم میتونیم، 2 دستی. آها این هم واکنش یک بازیکن حرفه‌ای انگری بردز بعد از دیدن ورژن آخوندیش. تیویریش تو ایام عید تمام زورش رو زد که اوضاع رو طوری جلوه بده که همه تو عید خوش و خرمن، اما واقعیت اونقدر بزرگ بود که از گوشه و کنار میزد بیرون، مثل این یکی. تصویرت از سال جدید چیه؟ ترس، وحشت. چرا؟ به خاطر اینکه سالی که نکوز از بهارش پیداست. الان زندگی من نها کن، سال 90 از این بدتر. همین پیش پای شما یکی دیگه از آدمایی که باهاش صحبت کردیم بسیار زندگی فرق میکنه. حالا بشنوید جدیدترین متد کنار اومدن با این مشکلات رو، اونم به سبک آخوندی. به جای اعتراض، بدبختی رو فرصتی برای سکوت کردن ببینید. اما اگر تو زندگی اون مصیبت اومد، کی گفته مصیبت بده؟ کی گفته مشکل داره؟ برق رفته دیگه، اتفاقه.
یه اتفاقی که خیلی خوب میشه راجبش فکر کرد، لحظاتی که شاید خدا ما رو دعوت کرد به یه خلوت، به یه سکوت. ما گاهی اوقات دلمون نیاز به یه آرامش داره. چه اشکالی داره؟ چقدر هم خوبه. نسخه بسیجی خرکن ولایت برای ایام نوروز کارناوال عزاداری راهیان زوره که امسال هم کسادتر از هر سال برگزار شد، طوری که تو بعضی از صحنه‌ها بجز مجریهای تیویریش کسی تو صحنه نبود و اونها هم طبق دستور باید به زور همه رو دعوت میکردن. این توفیق نصیبمون شده مثل پارسال که باز هم از اتفاقای اینجا براتون بگیم، چیزهایی که اینجا رخ میده. میدونم خیلیاتون مشتاق بودین که اینجا حضور پیدا کنیم. اینجا جایی هستش که شما میتونید با خانواده‌تون بیاید و علاوه بر زیارتگاه مزار شهدا تفریح کنید. هوا بسیار عالیه، هوا انقدر خوبه که یعنی من و ایمان به شدت خوشحالیم که این چند روزه از هوای تهران اومدیم بیرون، مقدار داریم تنفس هوای سالم میکنیم. بهتون پیشنهاد میکنیم که حتما بیایید اینجا. اما خود بسیجی هم معترف بودن که این تبلیغات اثری نداره، به خاطر همین اینجوری به التماس افتاده بودن که تو را خدا پاشید بیاید تو این بیابون. ببینید نمیخوام همش بگم که اینجا خیلی بالاست، ولی بیان ببینن مقایسه کنن آنچه که بهشون گفتن، آنچه که شنیدن، آنچه که از رسانه‌های مختلف دارن میبینن. خب شاهکار سوتی های سال گذشته تیویریش مال این ابوالسوتی یعنی رئیس تیویریش بود که اینجوری کانال های جدیدش رو افتتاح کرد. حالا تو این کانال‌های جدید چه برنامه‌هایی پخش می‌کنن؟ برنامه‌های جدیدی با ایده‌های مبتکرانه مثل این: گفتگو با یک آرایشگر در حین سلمونی موهای مجری تو استودیو، فقط در تیویریش. اینجا کیا میان مثلا معمولا؟ فوتبالیستا بیشتر میان با خواننده. ببین آدم معمولا باید چند وقتی بود به دانشگاه، هر موقع پول داره. نه حالا دیگه اون که واجب شرایط اولین شرایطشه. ببین الان خودتون چون من میخوام الان موادش رو بدم. آقا این موی ژیگولی درست کردی. در انتها توجه شما رو به هنرنمایی دو نونوا جلب می‌کنیم در دو گوشه جهان. اول یک نمونه وطنی که نون لواش میزنه برای رستم. اینم یک نمونه خارجیش که خمیر پیتزا میزنه با طعم فریزبی. Oh my gosh. Crazy. Oh my God. Okay.